اولش این که حضرت عیسی نه در 24 دکبر به دنیا آمدند نه در 31 دکبر به دنیا آمدند. این دو دروغ است. حضرت عیسی در تابستان تولد شدند. غیر از این حضرت عیسی پسری الله تعالی نیستند. آنها جشنی مولود پسری الله تعالی را جشن میگیرند و این دروغ است و این را گویا که این دینی آنها باشد و این باز دروغ است که در دینی آنها هم چنین نیست. یعنی در یگان انجیل ها نه آمده است. حضرت عیسی هم نگفتند که تولد مرا جشن گیرید، در کتاب هاشون هم نیست. حضرت عیسی هم نگفتند. حتی حواریون شاگردهای نزدیک حضرت عیسی هم جشن نمی گرفتند و این جشن گرفتن میلاد حضرت عیسی بعد 400 سالی تولد عیسی شروع شد. حتی همین تاریخ 2023 که یا 24 که به نزدیک جشن میگیرن این درست نیست. 9 سال 10 سال خطاگی ها هست، برای اینکه بعد 400 سال تقریبی معین کردن. خودی تاریخ شناسان مسیحیان در این باره اختلاف زیاد دارند که آنهایی که متخصص در علم تاریخ هستند اقرار میکنن که یعنی که این سال شماری ها غلط دارد. خلاصه شخص مسلمان باید در عید غیر عیدهای مسلمان ها اشتراک نکنند.